سلام، من نمریدین و بیایید اینک شروع میکنیم با آموزش زبان C++. خب برای این در منوی فایل فرمان سازداد پروژه را انتخاب میکنیم. در اینجا باشد انتخاب میکنیم کنسول приложение Win32. بعدا نامش رو میگذاریم، مثلا برنامه یکمی من میشه، نمیدونم. خوب، بعدا تکمچه اوکی رو پخش میکنیم و در اینجا باشد تکمچه داله. در اینجا بیایید پستای پروژه رو انتخاب میکنیم و تکمچه گتا رو پخش میکنیم. خوب، در اینجا باشد فایل исходного و کد انتخاب کرده، تکمچه راست موش رو پخش میکنیم. добавить создать элемент. در اینجا باشد فایل C++ رو انتخاب میکنیم. چه خیلی که دیده استادید در داخل قوس نقطه cpp، یعنی که مثلا اگر فایل هایی که شما در ورد میسازید توچکا دوگ باشد، در تکست در بلاک نوت تکستی باشد، در C++ این یعنی که cpp بوده است و نامش را نمونه یکم. بعدا تکمچه добавить رو پخش میکنیم. خب خیلی که دیده استادید ما با آن آینه ای که نوابسته در آن کد نوشته می شود وارد گردیدیم و بیایید آغاز میکنیم از برنامه. خب اولین یا اینکه ساده. برای این باید چی کار کرد؟ بیایید من یک برنامه رو ترتیب میدیم که خب شاید اولا یگان کار رو اجرا نکند. میگیرم решетка include، بعدا EOS Stream، بعدا int main، return null. خب عموما برنامه هایی که در C++ نوشته میشوند چنین نماد را دارند، یعنی که include یا این решетка include یا stream این بیبلیوتека. решетка include یعنی که این فرمان پروسسور گویا که با کامپیلاتور میفهمد که تو فلان بیبلیوتک رو با این برنامه ما همراه کن. عموما اوید بیبلیوتک در درس های عموما در رفت درس شاید به شما خوبتر و صحیحتر معلومات میدیم، اما خود حاضر فهموندن به فکرم یگان معنی ندارد. خب در رفت درس بعد برای شما خوبتر فهموتر می شود. خب اکنون برای برنامه رو به کار در آوردن یا اینکه تکمچه F5 رو پخش میکنیم یا اینکه در این خیلی که دیده استادید این تکمچه رو پخش میکنیم، یعنی که نشد اطلاعات کن. خب بعد از آن از ما میپرسد، یعنی که لایحه‌ای که برنامه یک است کامپیلاسیون کرده میشود. خب میگیم که بله، یعنی که ده. خب چه خیلی که دیده استادید لکه گویا که خب کامپیلاسیون شد و برنامه یعنی که به خطاگی کار کرد. خب بیایید مثلا در اکران یگان چی میبراریم. برای این می نویسیم std دو نقطگی cout، بعدا مثلا سلام، این برنامه اولین من. خب بعدا نقطه ویرگول.
شما فراموش نکنید بعد از اعلان تغییر بنده ها بعد از تا همه فونکسی ها در C++ حتما علامت نقطه ویرگول گذاشته می شود، یعنی که این با میفهموند که این سطر یعنی که تمام شد. خب بیایید میبینیم که چی شد. خب تماچه F5 رو پخش میکنیم ده عجایب، یعنی که برنامه ما پیدا شد و نیست شد. خب چیکار کردن در کار که این برنامه یعنی که نیست نشود؟ برای خاطر این بیاید یک بیبلیوتک دیگر رو خوش میکنیم include نامش سونیا بود، سونیا ایج، بعدا میگیریم std توچی get فونکسی get باید باشد. بازر فونکسی انا این فونکسیا. خب این فونکسیا وظیفش چی؟ وظیفش آن که خوب بازر میفهمید برای خاطر نگاه داشتن همون اکران سیاهی که پیدا میشه. خب دیدید؟ یعنی که اگر ما همین فونکسی رو نمی نوشتیم این گویا که آینه که پیدا شد نیست می شود. خب به این فونکسی هم باید این نیست نشود. به هر حال باید حاضرش این فونکسی را استفاده میبریم، زیرا این فونکسی در آینده نیست برای شما، یعنی که در کار خواهد شد. خب چلی که دیده استفاده سلام این برنامه اولین من، یعنی که ما توانستیم در اکران یگان چی نوشتجات رو براریم. خیلی که مثلا در دیگر زبان ها مثلا گیریم در زبان بیسیک کلمه پرینت بودو، اپراتور پرینت، مثلا در ویژوال بیسیک باشد مسیج باکس یا مثلا دیگر خیلی لیبل بود برای خاطر مثلا در فرم یگان چی برآوردن یا خود فونکسی پرینت. اما در اینجا اینترنت، در اینجا سی اوت. خب بیاید یک چی دیگر رو گفته میگذارم. اگر من نویسم که using namespace std چی خطا کردم؟ چی name space std. اگر ما نویسیم که name std، خب اگر ما در سرشبیه هر یک فونکسی گویا که اگر همین سطر رو نویسیم using namespace std، بعد ما میتوانیم من این std دو نقطه‌ای را استفاده نبریم. خب یعنی که برنامه ما به این هم کار میکند، زیرا در این بالا ما گفتیم که کلمه مخصوصی using namespace std رو نوشتیم و در تنه برنامه ما میتوانیم چقدر که خواهیم مثلا استفاده میبریم به، یعنی که std دوی توچ. خب اگر دقت دید من برنامه رو به کار میدارم. خب برنامه اجرا شد. اگر من همین سطر رو اگر گیرم، یعنی که اگر دو تا سلش مانیم، این اون معنا رو دارد که همین سطر خوانده نمیشه. خیلی که در بیسیک ریم بود و در ویژوال بیسیک مثلا اپوستروف بود، معنی خیلی خط، یعنی که برای خاطر که کامپیلاتور همین سطر رو انکار کند در C++ دو تا سلش میگذارند. خب خیلی که دیده استادید الکی در کلمه سی اوت خطی سرخ پیدا شد، این اون معنا رو دارد یعنی که خطاگی
برای همین ما این using namespace را استفاده میبریم. خب همه فونکسی ها گفتیم، همه برنامه ها گفتیم در C++ با کلمه int mine سر میشن. یعنی که int از کلمه integer بوتون، mine این اساسی، return null یعنی که این اون معنا رو دارد که فونکسی mine این عددی بوتون است و کاری خود رو تمام کرده، مثلا قیمتی null رو باز گرداند. خب بیایید سطر دوم رو در اکران چاپ میکنیم. یعنی که cout سلام این برنامه بهترین من، مثلا من شدم نقطه ویرگول. حتما باید بعد از هر یک سطر نقطه ویرگول باشد، بغیر از مثلا اپراتورهای شرطی یا اینکه اپراتورهای سیکلی. خب تکمچه F5 رو پخش میکنیم ده و میبینیم که چی شد. خب سلام این برنامه اولین من شدم. دقت دید، اگر با ما لازم شود که مثلا همین کلمه من شدم در دوامش نه در پایانش چاپ شود، برای این چیکار کردن لازم؟ برای این یک کلمه مخصوص است. یعنی که اپراتورهای ضمیمه رو میگذاریم، اینها دو تا خطی بگویا که خورد، اینها اپراتورهای ضمیمه همچون شناخته شدن در C++ و می نویسیم که end l. خودی همین کلمه end l بعد از اون که مثلا کلمه سلام رو در اکران چاپ میکند، end l کورسور رو به سطر دیگر میگذراند. یعنی که آینده مثلا این نوشتجات من شدم در سطر دیگر باید چاپ شود. خب ناخنک ها چی معنی دارند؟ ناخنک ها اون معنی را دارند که آن چیه که در داخل ناخنک ها نوشته می شود، چه خیلی که هست چاپ کرده می شود. خب بیاید F5 رو پخش میکنیم و تکمچه در رو پخش میکنیم. خب چه خیلی که دیده استاده سلام این برنامه اولین من، بعد من شدم. یعنی که با یاری end l، البته اپراتور ضمیمه end l ما توانستیم یعنی که از یک سطر به سطر دیگر گذاریم. خب بیایید چیکار میکنیم؟ مثلا میگوییم y برابر a پلس b، یعنی که همین گویا که دو قیمت رو با هم دیگر جمع کرده و یک تقریباندی دیگر میبخشیم و اون رو به اکران میبراریم. خب برای این اول ما باید تغییربنده ها رو در C++ حتما اعلان کنیم. اعلان تغییربنده ها سر می شود با نمود آنها. مثلا اگر نمود اینتیجر خواهیم می نویسیم int، اگر دبل خواهیم می نویسیم دبل، اگر مثلا string باشد می نویسیم char، یعنی که در نمود سطری. خب دیگر و دیگر عموما همه آنها را در دوام درس ما دیده میبریم. بیاید یکم استفاده میکنیم از نمود int، یعنی که اینتیجر y a b نقطه ویرگول. نقطه ویرگول حتما ما باید فراموش نکنیم که وقتی که ما در C++ برنامه می نویسیم کلمه نقطه ویرگول این چیزی حتمی است. خب بعدا میگیریم و تقریبنده ها قیمت میبخشیم. خب چه خیلی که شما میدونید دو راه قیمت بخشیدن است. یکم این که میگیم که a برابر به 3 شود، البته نقطه ویرگول، b برابر به 4 شود مثلا، البته نقطه ویرگول، بعد y برابر a پلس b نقطه ویرگول. بعد میگیم که a مثلا جمع b برابر است، در اینجا می نویسیم y. خب شما بینید که مثلا من نوشتم که a پلس b برابر، یعنی که در داخل ناخنک آن چیه که ما می نویسیم همین خیلی در اکران چاپ می شود. برای همان من a کلان و b کلان نوشتم، لیکن b ناخنک وقتی که ما می نویسیم ما باید
دانیم که اگر ما به ناخنک یگان چی نوشتیم آنگاه آن را نیو قیمتی آن را به اکران میبرارد. یعنی که مثلا من ایگریک رو کلان ننوشتم. برای چی؟ برای اینکه الکی خطاگی میده. دقت در الکی خط سرخ در پایانش نوشته شد. ما باید با حرف میده نویسیم و اون چیزی که در ایگریک واقع است در اکران پیدا میشود. یعنی که 3 را با 4 جمع میکند و در ایگریک میبخشد. ایگریک باشد در اکران پیدا میشود. خوب بیاید فرم را هم برنامه را به کار میبریم. ده و خیلی که دیده استودید در اکران خود a پلس b برابر 7. خب انا کنون این یکم را، لیکن به ما لازم است که این قیمت ها را ما نه بلکه استفاده برنده معین کند. خودی برنامه نه بلکه استفاده برنده قیمت a یا b را معین کند. برای این چی کار میکنیم؟ cout میگیم قیمت a را داخل مثلا کنید. به 2 نقطه میمونه و جای خالی برای اینکه حرف با این سطر ما رقم با این سطر ما یک گویا که نچسبند. خب بعدا نقطه ویرگول. خب برای خاطر قیمت بخشیدن به تغییر یابنده ها فونکسی سین خدمت میکند. سین و 2 تا علامت کلان برعکس آنی که به اکران میبرارد گذاشته میشن. بعد نام تغییر یابنده نوشته میشود، بعدا نقطه ویرگول. خب اکنون در اینجا میگیم که قیمت b را داخل کنید. میگیم b. بعد از اونی که ما قیمت a و b را معلوم کردیم قیمت y را حساب میکنیم. a پلس b. بعد میگیم که a پلس b a پلس b نقطه ویرگول و میگیم که cout قیمت y را ما باید فهمیم چند بوده باشه. میگیم که y برابر مثلا جای خالی میمونیم اپراتور ضمیمه y اپراتور ضمیمه. خب به نقطه ویرگول. بعد از y ما یگان چی چاپ کردنی نیستیم برای همان. خب بیاید این را این خیلی میکنیم. این در اینجا جای خالی نمیمونیم برای شما فهمیدن، در اینجا باشد میمونه. خب فرم برنامه را به کار می‌داریم و میبینیم که در اکران نوشتجات قیمت a را داخل کنید پیدا شد و فونکسی سین خیلی که ما گفتیم از ما طلب میکند که ما قیمت تغییر یابنده که در فونکسی سین نشان دادیم داخل کنیم. ما میگیم مثلا 2 بعدا تکمچه انتر رو پخش میکنیم. بعدا از ما طلب میکند فونکسی سینه که دوباره نوشتیم قیمت b را داخل کنید. ما میگیم مثلا 6. خب 4. شما دقت دید این دوی که ما نوشتیم الکی با این نوشتجات ما یک جوی است اما 4 جدا. برای چی؟ برای اینکه ما در داخل ناخنک جای خالی ماندیم برای b. برای a باشد نه. اگر شما خواهید که این دو در این نوشتجات شما علاهده یعنی که جدا استاد، شما باید در داخل ناخنک چی جای خالی گذارید. بعدا تکمچه انتر رو پخش میکنیم. خب y برابر 6. بعد از اون که ما تکمچه انتر رو پخش میکنیم چی عمل رخ میدهد؟ یعنی که قیمت a معلوم قیمت b معلوم هر دویش رو جمع میکنه و با فونکسی بعد تغییر یابنده y میبخشد. در قدم نوبتی باشد cout میگوید که قیمت y برابر و قیمتی که در آن y هست چی چاپ میکند در اکران. خب برای این یعنی که ما این عمل را هم دیده برآمدیم. این را سخت میکنیم و باز چی را دیدن ممکن در این درس. همین طرف شما میتوانید همه عمل ها را جمع، ضرب، طرح، تقسیم چی که نباشد میتوانید اجرا کنید. خب مثلا شما میتوانید a به b ضرب شد و مثلا به یگان خیلی قیمت 5 تقسیم شود. خب
میبینید یعنی که قیمتی A رو داخل میکنیم 2، قیمتی B رو داخل میکنیم 5، یعنی که 5 به 2 ضرب میشود 10، 10 به 2 تقسیم میشود 2. اکنون بیایید در اینجا جای خالی میمونیم تا که A جدا شده است. خب با همین ما درس رو تمام میکنیم و در درس های من بعد با شما صحبت خواهیم داشت.